اومدیم ما امروز اومدیم که چند تا از یوتیوبرهای ماینکرافتی رو رتبه‌بندی کنیم که خودم هم توشم. اما خب اول هم با ایجنت امین شروع میکنیم. ایجنت امین ویدیوهای خفنی انگار میذاره. منم سابش دارم. ایجنت امین خیلی ویدیوهای خفنی میذاره. آره و بیشتر مثلا چیزایی میذاره مدیر مدرسه خوبی میشدن عجیب ترین. آره اینجور ویدیو. پس من ایجنت امین میذارم توی خیلی خوب. نفر بعدی ایجکینگ هم که یکی از بهترین یوتیوبرهای ماینکرافتی بودش، الان هستش. تامنیناشون خیلی ایجکینگ مثل ایجنت امینه فکر کنم. آره نفر بعدی ایسپای هم که داره فکر کنم میره دیگه توی سرورهای کشورهای مختلف بازی میکنه و رتبه بندی میکنه که الان نمیدونم چرا نمیارتش. روز 25 به علاوه 1 کسلی بچه این هست ولی 0 پلیر داره. ایسپای هم خوب بودش. نمیدونم خوب ایسپای خوبه. ایسپای خوبه. آره ماموت هم که خیلی خوبه. آره ماموت هم خیلی خوبه. تامیلاش هم خوبه. مثل تامیلاش هم خیلی خوبه. ماموت هم توی خیلی خوب قرار میگیره. نفر برای رسول کرفت هم یه سرور به بیغاناباد به اسم بیغاناباد داره که تامنیلای این ویدیوهاش هم خوبه. کوتاه ویدیو میذاره، زنده میذاره. چون رسول کرفت سرور خوانده میذارش تو گاد. نفر بعدی مکسین هم که با ویدیوهای زنده میذاره انگار. کوتاه ویدیو هم حتی میذاره. من دیگه گولی منگولم، تو یک گولی منگولی، منگول هستیم. یون کاسا مکسی هم کاش خوب هست زرمش تو خوب. سجاد کلو نگاشیم تو خوب. مدن هم که خیلی کارش خوبه. گاد نیما میذاریمش توی گاد. میلادم توی خوب. ریبیتا توی لواشک افتضاح. عمو قیصرم اینه. دورمندز اینجا. میگو اینجا. گوگلی اینجا میذارمش. اینجا هویجم خوبه. مثلا زیپی شاید نمیشناسینش. این اسم زیپی هم که آره 718 تا ساب داره. آره دیگه زیپی هم کوتاه ویدیو میذاره و پست میذاره. زیپی هم کارش بدش نیست. این رزمی هم که اینجا بامیه. اینجا پیکیم اینجا باشه. فری اینجا. عمو حیدر اینجا. بربری توی گاد باشه. باقلوا بعد زولویا هم توی گاد نظر باشه. اینم بود از نتیجه کار. تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا حافظ. اون ویدیو داشتیم به اسم اندربرای همین کال آف بازه که اسمش هم سونیک 99. ولی اولین ویدیوش هم که ماینکرافت ولی خوراکی های ایرانیه که 1 ماه پیش گذاشته. یعنی رسما فکر کنم این یکی از ویدیوهای منم. یعنی فکر کنم بیشتر باشه. آره پس